یک چیزهایی در مورد عربستان میگویم که با شنیدن شاید موهای بدنتان سیخ شود. در کشوری که در گذشته زنها را زنده به گور میکردن و تا دین روز از زنها حق نداشتن که بدون محرم شرعی از خانهشون بیرون شوند، امروز زنان عربستان بدون محرم شرعی و حجاب اسلامی به فضا میروند و بعضی از تغییرات و تحولاتی که در عربستان اتفاق افتاده، باز کردن سینماها برای مرد و زن، رانندگی کردن زنها، یعنی زنها حق دارن که رانندگی بکنن، کار زنها مثل مردا حق داشته باشن که کار کنن، درس بخوانن، حق پوشش اختیاری در عربستان، یعنی هیچ کس کسی نمیگه که تو چرا حجاب نکرده، این رقم لباس پوشیده، اون رقم، هر کس به میل دلش حجاب لباس میپوشه، چی مرد و چی زن. باز کردن کلوب های شبانه در عربستان، کنسرت و رقص و هیچ کس مشکل نداره. گسترش پیدا کردن رسوم غربی مثل هالووین و دیگه که مردم ها هر روز انجامش میدن. ممنونیت امر به معروف و نهی از منکر که است، مردم میگه که این کار بکو، کار نکو، ریش بمون، موسیقی گوش نکو، در عربستان ممنوع شد، حق نداره فعالیت بکنه. پخش کردن صدای آذان به دلیل مزاحمت نکردن به مردم، بدنگوهای مسجدهای عربستان بسیار جا صدا میکرد، دولت دستور داده که صدایش پخش کنه که به مردم مزاحمت نشود. بازنگری کتب درسی مکتب، در کتابای درسی عربستان اکثر نمی موضوع جهاد و که کافرای رقم است، همین موضوعات بده. شاهزاده بن سلمان دستور داد که کتابا بازنگری شود، موضوعاتی که به ضد دنیای غرب و کفر است تمامش حذف شود و صلح و دوستی و زندگی مسالمت آمیز اضافه شود. قطع کردن رابطه دوستی با کشورهای اسلامی و ایجاد دوستی با کشورهای کفری مثل آمریکا و اسرائیل و دنیای غرب، و به حدی که یعنی شما فکر بکنین که عربهای فلسطین در حال قتل عام هستند، عربهای سعودی کنسرت برگزار کردن و اعلام هم کردن. در خبر دیدم که گفته که رابطه دوستیشان کوشش میکنه که قطع اسرائیل خوب بکنه. بعد از انجام دادن این همه مسائل خیلی از مردم فکر میکرده که رفته خیلی بن سلمان کعبه را چپه میکنه، ولی بن سلمان گفتن نه، تنها کعبه را چپه نمیکنه که یک کعبه جدید در حال ساختن است و این کعبه جدید به مثل کعبه قبلی می باشه که در اینجا مردم غیر مسلمان می آید، مسائل سرگرمی داره و دنیای هوش مصنوعی و ربات‌ها یک جذب توریستی ایجاد میکنه برای خودشان. کعبه ریاض میگه، شما میتونین در موردش در گوگل جستجو بکنین. دیگه به همین دلیل هم در عربستان به بن سلمان خیلی ها لقب پیامبر جدید دادن و مردم عربستان هم از کارکرده های بن سلمان نه تنها ناراضی نیستن که بسیار زیاد راضی هستن و خوشحال هستن از اینکه زندگیشون خیلی در سطح بالایی رفته و در سالهای بعد هم پیش بره. عربستان از کشورهای اول دنیا می شود و از این طرف در کنار ازیا یک مرکز تحقیقاتی آمریکایی اعلان کرده که مردم افغانستان نمازخوان ترین مردم در روی زمین است و از این طرف هم یک نظرسنجی گالوب میگه اعلان کرده که 98% افغانا با هم قدر نمازخوانیشون از زندگیشون ناراضی هستن و احساس میکنن که بدبختترین مردم در روی دنیا هستن و با بعضی گزارش های دیگه میگن که افغانستانی ها فقیرترین مردم دنیا، بیچاره ترین مردم دنیا و افسرده ترین مردم دنیا هستند. بله از خدا و پیغمبرتان دنیای غرب خود دشمن گفتین، از اینا متطرفین نیستین، چنین و چنان. از همی بادارهای شما خود نوکر عرب هستین، از همی عرب بادارتان خود تقلید بکنین، روش زندگی کردن یاد بگیرین. تا کی رقم خودتان را جهالت نگاه میکنین؟